من الان در کوهستان چومو قرار دارم و اونجاش هموتسو واسمون یه نامه گذاشته و من اگه نتونم به اون نامه برسم باید گلزار بخونم. اول از همه سوروایول. خب خیلی آسون به نظر میاد. ولی من مراقبم چون نمیخوام گلزار بخونم و آبروم بره. آره من گلزار بده میاد. بدونید اصلا استرسی ندارم. آها اینجا لابد باید پارکور کنیم که عشقم پارکوره. نمیدونم آقا، منو مسخره نکنم، از این چیزی سر در نمیارم آقا. اینجا هم که حس میکنم یک اشتباهات شده، خیلی آسونه. راستی قبل از اینکه به شما ببینیم هموسو چی نوشته، اونجا بویو قرار داره. No. خب وقتشه ببینیم چی نوشته. بخون کو. آها اوکی هموسو میگه بخون. من میخونم. گلزار لامصب چطوری تحمل